خب با سلام مجدد خدمت تمام دوستان. امروز میخوام تو این جلسه میخوام مته زدن رو بهتون آموزش بدم. قبل اینکه مته زدن رو بهتون آموزش بدم باید فرم دست گرفتن فرز رو بهتون بگم. نگاه کنید. خب یه مته بردارم، مته 18 رو بردارم. خب نگاه کنید اولا که فرز اینجوری نگاه کن، حالا یونیورسال اینا نگاه کنید اینجوری بازش میکنید تا آخر میرید بسته میشه. بچه موقع حرکت اینو باز نکنید. حالا تو فرز یونیورسال چیزی نمیشه ولی نکنید بهتره، بازم این ساییده میشه. خب نکنید به این حالت. خب دو نوع گرفتن داریم. بعضی اینجوری میگیرن، اینجوری مته میزنن که من اصلا نمیتونم باش کار کنم. تو بعضی موارد میتونم ولی تو چیز نمیتونم، بعضی اکثر موارد نمیتونم. بهترین راهش اینه، شما فرم دست آقا دارین نشون میدن یا کنید کف دست اینجوری میاد به این حالت. همیشه هم 60 مقابل 60 هست که واسه کنترلمون نکنید. اگه اینجوری بگیرم این کنترل نداره. و یه موضوعی که داریم وقتی ما حرکت میکنیم فرزمون در جهت عقربه های ساعت میچرخه. یعنی وقتی که اینو میذاریم اینجا فرار میکنه به این سمت. یه زور اینوری همیشه ما میذاریم که کنترلش کنیم که بازم بهش میرسیم. فقط یه نکته که اکثر هنرجو خانم مشکل دارن با این ناخونشون. وقتی که ناخون بلنده ما اینجوری قرار میدیم. ناخون بلنده دست نمیشینه روی کار. دست اصلا نمیتونه بشینه. من بذار زومش کنم آدنیا. زیاد نه ولی زوم. خب نکنید دست نمیشینه، ناخونه. ناخون که اینجا میشینه میاد بالا. اینجوری میگیرن. این نمیتونه کنترل کنه. پس خانمایی که اگه ناخونشون بلنده تا حد امکان کوتاه کنن، چون بعدا واسهشون مشکل ساز میشه. خب پس گفتیم که این در جهت عقربه ساعت حرکت میکنه. اینا کنید اینجوری که میچرخه اینجوری. اینا کنید ما یه ذره مایل میگیریم. نوک بچه‌ها اینا کنید نوکش نمیبره، خب بغل میبره اینجوری بعد فرزمونو حالا این نکته هم بگم، فرزمون با سرعت زیاد نمیزنیم. گاز و فشار میدیم ول میکنیم، گاز و فشار میدیم ول میکنیم، مثل همون ماشین سواری که نکنید. ول کردم 1 2 3 بعد دستم بردم بالا. خب حالا یه مسئله هست. الان نکنید این کارو کردم. حالا مته دریلیون رو میزنیم. نکنید. حالا نکنید بچه ها این مته باید 90 درجه بخوره. بعد مته دریلی نسبت به مته دیگه تورتره، یعنی تورت نیست، چون یه ذره اشتباه کنی چون متم دنگ. ولی نکنید اینجوری آروم میزنم، اینجوری میگیرم زاویه بالاتر. نکن اینجوری میگیرم، میذارم و برمیدارم. نکن میذارم و برمیدارم آروم. اصلا عجله نکنید. نکن آروم. صدا فرزم هم توجه کنید بچه. نکن سوراخ میشه. حالا یه نکته روی کاغذ واسهتون توضیح بدم. متا رو بذارم اینجا توضیح بدم. نکنید دوستان وقتی که نگین ما این حالت رو داره، سنونچش تیزه، خب شما نمیتونید سوراخی که میزنید نکنه از این ولی نکنه نمیتونید اون مت دریلی کج بزنید سوراختون اینجوری باشه، تش اینجوری کج باشه که نکنه زاویه داره، انحراف داره، بعد نگینتون صاف بذارید. این اصلا نمیشه. شما باید موقعی که مت میذارید قائم باشه و اون سوراخی که ایجاد میشه نکنه سوراخ اولی که زدین سوراخ بعدی باید وسط باشه. نمیتونه این اینجوری باشه و سوراخ اینجوری باشه. اصلا به هیچ وجه سنگتون سوار نمیشه، یا اگرم قرار بگیره سنگتون کج قرار میگیره. این نکته رو داشته باشین. حالا تمرینایی که واسه مته زدن خیلی آروم نگاه کنید، بازم نگاه کنید. بعد بچه‌ها این نکته میگم دماغ مخرجی ما اینجوری میکنیم که من یه فکر کنم ارتفاع یه ذره بالاست، بیام پایین که راحت بشه. نکن سرعت فرز رو تعریف کن زیاد، یا سرعت کم یه دست بگیریم یا بازی کنید. صدا رو توجه کنید متوجه.
نکنید 1 نکن 10 دفعه به اینجا نکن 1 2 3 میارم بالا. پدالمو ول میکنم. چرا پدالو ول میکنم؟ وقتی دارم میارم بالا، وقتی که رو پدال باشه اینجوری که میارم یه دفعه زور میذارم از اون ور میزنه بیرون. نکنید پدالو ول کردم، پدالو ول کردم. سومشو نگاه کن، زورم بزنم پایین نمیره. حالا یه ذره عمیق‌ترش میکنم اینو، بعد عوضش میکنم تا اینجا، دوباره عوض میکنم. نگاه کنید بچه ها، اینجوری میگیرم که 90 درجه باشه. نگاه کن آروم آروم. این بعد میخوایم تمیز کنیم همیشه فرشه. نگاه این حالت ایجاد میشه. حالا چند تا نکته هست که باید بهتون توضیح بدم. مته زدن، درست مته بزنیم درست سوار میکنیم. شما نگاه کنید باید تو طول مسیر، تو مسیر مخرجتون نگاه کنید، باید بتونید 2 تا نگینو بغل هم، اصلا شاید 5 تاتون رو بخواید مته بتونید بغل هم سوار کنید. بعدا شاید بخواید جوشیده سوار کنید، بتونید نگیناتون رو اینجوری بچینید. لازمش اینه که شما جایی که میخواین بتونید درست مته بزنید. مثلا یه کار 4 گوش دارین، مثلاش بخواید یه نگین بزنید، شما فکر کنید مثلا مته رو اینجا بزنید، نگینتون اینجا بخوره، اصلا ریخت میفته. اون مثلا یه خط نواری دارین میخواید نگین بذارین، شما نگاه کنید الان من دارم وسط جا اندازی میکنم، یه نگین اینجا باشه، یه نگین اینجا باشه، یه نگین اینجا باشه. اصلا اون شکلی که میخوایم و نمیتونیم به دست بیاریم. بعد حالا شروع میکنیم تمرین بعدی دادیم میدیم بهتون که ببینیم چیکار بکنیم که بهتره.